آیا شما میدانید که خوارج کیها را میگویند؟ خوارج کسانی را میگویند که مردم مسلمان را از اسلام خارج میکنند با گناه قطعی. اینها حتی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رحم نکرده بودند، بلکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند اعدل یا محمد، عدل کن ای محمد. العیاذ بالله. اگر محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که عدل نمیکند در پیش خوارج، پس کی است که عدل میکند؟ و همچنان حضرت علی رضی الله تعالی عنه را گفته بودند یا علی این الحکم الا لله، ای علی حکم نیست مگر از آن الله. یعنی فکر میکردن این خوارج که علی رضی الله عنه بغیر حکم الله حکم میکند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه را از اسلام خارج کرده بودند. و همچنان علمای اهل سنت را از اسلام خارج کرده بودند تا امروز از اسلام خارج میکنند. میگوید یک طایفه از خوارج به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آمدند و به سوی امام گفتند ای شیخ از کفر توبه کن. ابو حنیفه رحمت الله علیه شخص دانا و ذکی بود. گفت من توبه کننده هستم به سوی پروردگار از تمام کفر. اینها برآمدن از نزد امام رفتن و در راه یکی از اینها میدانست که ابو حنیفه شخص دانا هست، شخص ذکی است. به سوی دیگراش گفت من گمان میکنم که این ابو حنیفه از کفر ما توبه کرد نه از کفر خودش. گشتن آمدن به نزد امام. رئیس خوارج ها به امام گفت تو توبه کردی از کفری که ما در آن هستیم گمان میکنی، نه از کفر خودت. ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت آیا تو این را به یقین میگویی یا اینکه به گمان؟ این خوارج گفت من گمان میکنم که تو از کفر ما توبه کردی. ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت نباشد، گناه در نزد شما کفر است. گناه در نزد شما کفر است و الله عز و جل در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای آن کسانی که ایمان آوردید از بسیاری گمان ها پرهیز کنید، چون که بعضی از گمان ها در حقیقت گناه هستند. شما گناه کردید و به عقیده خود از اسلام خارج شدید، پس شما توبه کنید از کفر. میگید این خوارج گشتن همدیگر را نگاه کردند و گفتند استغفر الله استغفر الله، ما کافر شدیم و از کفر توبه کردند. این بود حماقت و بیعقلی خوارج و این بود ذکاوت و دانایی ابو حنیفه رحمت الله علیه. با همین آیت قرآن اینها را حجت آورد که اینه که من متهم میکنید بر کفر، این تهمتی است در حق من. ولیکن شما وقتی که عقیده دارید که گناه کنه انسان کافر می شود، پس شما خودتان گناه کردید، چون که گمان کردید گمان گناه است و به عقیده خود از اسلام خارج شدید. الله عز و جل رحمت کند امامنا الاعظم والافخم ابو حنیفه رحمت الله علیه. اهل سنت دیده گریانند و بس، اهل سنت اهل ایمانند و بس، پیروان راه قرآنند و بس. هر کسی بیمار توحید خداست، اهل سنت راه درمانند.